سلام، دکتر مهدی قیصری هستم، متخصص پوست موزیبایی و لیزر و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بسیار خوشحالم که عضوی از خانواده فوتونا هستم. لیزر اسپیداینامیس فوتونا رو به عنوان یک ماشین همه کاره که جوابگوی تمام نیازهای مراجعین درمانی و زیبایی خودم هستند میدونم. لیزر اسپیداینامیس فوتونا دارای دو طول موجه، یکی اربیوم و یکی اندیاک. اربیوم با قابلیت انجام لیزر به صورت ابلیتیو و اندیاک به صورت نان ابلیتیو میتونه در لایه‌های مختلف پوست اثرگذاری داشته باشه و لذا برای درمان‌های ضایعات و بیماری‌های مختلف در لایه‌های مختلف پوست ما میتونیم از اون بهره ببریم. این درمان‌ها میتونه از جوانسازی، برداشتن ضایعات مختلف پوستی، ضایعات سطحی و حتی ضایعات عروقی، حتی لیزر موهای زائد و انجام کارهای مختلفی برای به عنوان مثال درمان اسکارهای آکنه، استریا، لیفت و این لیفت رو میتونه در تمام نقاط بدن این لیزر انجام بده، از لیفت ابرو گرفته تا لیفت نواحی میانی و تحتانی صورت تا گردن و حتی بدن و با داشتن فایبرهای نوری که قابلیت انجام لیزر از زیر پوست رو دارن با نام اندوتایت میتونه انواع جوانسازی رو برای ما در بر داشته باشه. علاوه بر این درمان بیماری های مختلف مثل خور و پف هنگام خواب و بسیاری از ضایعات عروقی، درمان‌های بیماری‌های فعال مثل آکنه، روزاسه رو ما میتونیم با این لیزر به راحتی و با اثر بسیار خوب انجام بدیم. این کلاژن سازی تا 1 تا 2 ماه آینده اتفاق میفته. به خاطر همین ما هر جلسه رو بعد از 1 ماه دوباره انجام میدیم. حداقل 3 بار لازمه که انجامش بدیم. 3 تا 5 جلسه روال استانداردشه، ولی حداقل 3 بار رو خوبه که انجام بدید. ما در مرحله اول فوتونای 4 بعدی لیزر اربیوم 1 رو از داخل دهان انجام میدیم. استفاده از مود اسموث که در واقع فقط در لیزر فوتونا وجود داره این قابلیت رو به ما میده که در سطوح مخاطی بدون اینکه هیچ زخمی ایجاد بکنیم یک کلاژن سازی بسیار قدرتمند رو بتونیم داشته باشیم. یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد لیزر اسپیداینامیس فوتونا انجام لیزر جوانسازی 4 بعدی یا 4D هست. معنا و مفهوم 4 بعدی به اینه که در لایه‌های عمقی پوست ما میتونیم لیزر و جوانسازی و کلاژن سازی رو انجام بدیم. این مراحل از ابتدا داخل مخاط دهان شروع میشه و بعد در روی پوست از لایه‌های عمقی تا لایه سطحی پوست ادامه پیدا میکنه. با انجام این لیزر ما جوانسازی رو به طور کاملا مؤثر و در عین حال بدون داشتن دوره بازتوانی بعدی، بدون اینکه بیمار لازم باشه مراقبت‌های شدید بعد از انجام لیزر رو داشته باشه، میتونیم پیام‌آور یک جوانسازی بسیار خوب برای بیمارانمون باشیم.